خدا همون فرزنده که در دنیا پدر و مادر را دریافت کرد و به قدر و قیمتی اونها نرسید، محبتی که اون پدر و مادر نسبت این داشت. ببینید پدر و مادر چی 1 ساله باشید چی 50 ساله باشید، به نام خدا محبتش کنده نمیشود است و تا مردن تا دوستت میدارد. اگرچه امروز ما محبتی پدر و مادر را عوض کردیم با محبتی زن و فرزند هامان. حضرت جبرائیل گفتن خدا این گونه فرزند از رحمتش دور گرداند. بگو آمین. پیغمبرمان آمین گفتند. جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید من بر والدی طوبی له زاد الله فی عمری.